به نام خداوند بخشنده و مهربان. همدیاران عزیز، امروز میخواستم با شما در موضوع علم و وضعیت آن در تاجیکستان و سطح علم تاجیکستان یا جایگاه علم تاجیکستان در جهان صحبت کنم. چرا این موضوع را انتخاب کردم؟ شاید برای بعضی ها این سوال با وجود بیاید. دلیلش این است که چند پیش در یکی از نشریه‌های کشور مطلب نشر شد که در آن درباره جایگاه علمی تاجیک در سطح جهانی سخن می رفت و این چنین نظر مسئولین در آن آورده شد. برای منم خیلی این گزارش و این جایگاه یا به اصطلاح این ریتینگ خیلی هم تعجب آور بود و هم تأسف بار. اگرچه از وضع علمی تاجیک هممون آگاه هستیم و میدونیم چه شرایط دارد تاجیکستان و علم در کجا قرار دارد، در چه وضعیت است، اما برای من هم باید اعتراف کنم که غریب چشم داشت بود وقتی که در این ریتینگ جهانی تاجیکستان در مسئله پیشرفت علم و دستاوردهای علمی از افغانستان همسایه و جنگ زده 10 زینه پایان است. اصلا هیچ تاجیکستانی یا تاجیک این را باور خواهد کرد که یک کشوری که بیشتر از 40 سال در حالت جنگ پیوسته بود، ده ها حکومت عوض شدند و تا به امروز یک حکومتی در سطح جهانی اعتراف شده ندارد و وضعیت مکتب و مدرسه در چه حال است و حتی قسم زیادی از مکتب بچه ها که باید به مکتب بروند این شرایط رو ندارند، چه از لحاظ اقتصادی یا کمبود مکتب یا حتی برای دختر بچه ها بالاتر از صنف 6 فعلا امکان درس خواندن نیست در مدرسه های عمومی. ولی با وجود این کشور 10 زینه از تاجیکستان بالا هست. چرا چنین هست؟ چه عامل ها تاثیر رساندند که تاجیکستان که 70 سال زمان شوروی که یکی از بهترین نظام های علمی مکتب و مدرسه را داشت، حداقل از لحاظ زیرساختی، از لحاظ بیناها، تأمین مکتب ها با لوازمات و غیره. در 30 سال استقلالیت هم از حساب بودجه، از حساب گرانت ها و کمک های بین المللی 10 ها مکتب ها ساخته شدند و ما تقریبا مشکلی مکتب و مدرسه و کتابخانه و کمبود لوازمات به مثلی که در خیلی از کشورهای دنیا هست نداشتیم و نداریم. اما چرا با وجود این همه تاجیکستان در چنین وضعیت قرار گرفته است و ما در سخنرانی های رهبریت تاجیکستان مسئولین همیشه از علم میشنویم، همیشه تشویق به علم، به خواندن، به مکتب، به دانش، ولی چرا نتیجهش چنین هست؟ این سوال‌های هست که ما و شما باید اطراف آن فکر کنیم و به یک نتیجه برسیم. ببینید دوستان گرامی، این وضعیت ما را وادار کرد که مثلا ما را هم وادار کرد که این صحبت را کنم و ما باید دیگر چند افسانه و میف را آن را بشکنیم، از بین ببریم و ملت را از این قفس ذهنی که برخی ها در آن جا کردن و بعضی افسانه ها و میف ها را بافتن، باید ملت را از آن رهانید. یکی از میف ها یا افسانه هایی که در ذهن مسئولین ما وجود دارد و آن را میخواهند به جامعه تحمیل کنند این است که خط فارسی این یک خط عقب مانده است، باعث عقب ماندگی می شود و برای ملت تاجیک، برای علم و دانش ما سازگار نیست، بلکه پایبند بودن به این خط کریلیک ما را بازم بیشتر کمک خواهد کرد از آنه که ما به خط فارسی برگردیم. البته من نظرم رو بارها گفتم همدیران عزیز در مسئله بازگشت به خط فارسی که این کاری سراسیمگی نیست، کاری یک روزه و دو روزه و یک ساله و دو ساله نیست. ما باید یک برنامه دولتی داشته باشیم برای گذاشتن به خط فارسی. ما راه دیگر نداریم دوستانی عزیز که باید حتما به خط فارسی برگردیم، اما این باید در یک برنامه دولتی حداقل 10-15 ساله صورت بگیرد. به شکل جدی خط فارسی در مکتب و مدرسه ها و در جامعه باید آموخته شود و بعدا قدم به قدم ما
بگذاریم به خط فارسی همزمان با نگه داشتن خط کریلیک، برای اینکه دانستن خط کریلیک و نوشتن با آن با حروف لاتینی هم باز برای ملت ما امکانیت‌های دیگری را فراهم خواهد کرد. اما چرا من میگم این میف است، این افسانه هست، این یک تهمت است نسبت خط نیاکانی ما؟ ببینید حتی همین افغانستان جنگ زده هم که تا به امروز با همین خط اجدادی ما و شما می نویسد، باز هم 10 زینه از ما بالا است در مسئله علم، نه در مسئله سوادناکی. من مسئله سوادناکی را از علم جدا میکنم، برخلاف خیلی از کسانی که بین علم و سواد یا دانش فرق نمیگذارند. شاید از لحاظ سوادناکی ما یکی از در منطقه یکی از کشورهای پیشرفته باشیم. خیلی درصد زیادی از هموطنان ما خوانده و نوشته میتوانند، اما خوانده و نوشتن فرق میکند از علم، از معرفت، از داشتن فرهنگ علمی. و متاسفانه حکومت تاجیکستان بالای سوادناک کردن بیشتر تمرکز میکند از آن که بالای محتوا و بالای ماهیت و بالای علمی کناندن جامعه تمرکز کند. اما برگردیم بازم به همون موضوع اصلی که چرا خط فارسی حالا در افغانستان که با سبب‌های دیگر وضعیت به چنین حالت ناگوار از جنگ‌های پیوسته، اما همین خط فارسی به ایران همزبان و هم فرهنگ و هم دین ما امکانیت داده است که در رده 19 جهان باشد. شما تصور میکنید دوستان، رده 19 در سطح جهانی در بین بیشتر از 200 کشور، این جای کم نیست. و ایران که خب میدونیم یک کشور آسیایی هست، کشور مسلمانی هست، اما چون تمرکز بالای علم کردن، نه بالای سوادناکی عمومی، بلکه هم سوادناکی و در کنارش تمرکز بالای علم، بالای دانش، اندیشه. و ایران امروز در کیهان است، ایران امروز در رده های بلند علمی است. دانشگاه های ایران جزء مجموعه حداقل چند صدی دانشگاه های جهان محسوب میشن، از آن جمله دانشگاه تهران. ولی یگان دانشگاه تاجیکستان حتی در ریتینگ 1000 دانشگاه معتبر دنیا هم داخل نیست، حتی در جزء 1000 نیستیم ما، چه رسد به 100 و 500 و 600. خب چرا ایرانی ها توانستند با همین خط فارسی به این نتیجه، به این نقطه برسند، ولی ما نمیتوانستیم؟ ما با خط کریلیک نتوانستیم برسیم. پس این یک افسانه است، یک میف است که باید ما از ذهن ها اون را پاک کنیم و هر کسی این را دلیل میارد باید واقعا با یک مشت علمی و منطقی محکم به دهانشان زد، البته نه با مشت دست، و آنها را در جای خود نشاند که دیگر این تهمت و تحقیر و این پس‌زنی را نسبت خط ما، تاریخ ما و هویت ما نکرده باشند. دوم میف و افسانه این در مقابل هم گذاشتن علم و دین، علم و اسلام است که در جامعه ما بخصوص از طرف مقامات، از طرف رهبریت تاجیکستان تا به امروز خیلی تشویق میشد، خیلی ترویج میشد و به یک شکل تحمیل هم کرده بودند. و شما اگر ببینید همیشه وقتی که درباره سوادناکی گپ میزنند در مقابلش دین را مثال میارند. ما اینقدر مسجد داریم، اینقدر مدرسه داریم، مردم به دین رغبت پیدا کرده است، برای همین ما دستاوردهای علمی نداریم، برای همین ما سواد کافی نداریم. گویا دین مانع پیشرفت علمی میشده باشد. چرا همین دین، از آن جمله دین مبین اسلام، حافظ قرآن بودن، به ابن سینا مانع نشد که کتاب القانون را بنویسد که مشهورترین کتاب زمان خود در جهان بود؟ چرا به خوارزمی و بیرونی و خیام و دیگران که همزمان عالم دین هم بودن، فقیه هم بودن، یک قسمشان در علم فلسفه اسلامی، الهیات رساله ها دارن، برای اینها مانع نشد و به تاجی که امروزه مانع می شده است. و من این ربط به معنی را تا به حال نفهمیدم. و بازم اگر برگردیم به همین مثال جمهوری اسلامی ایران که جمهوری اسلامی هم هست، حکومت در دست
روحانیت هم هست، خط فارسی هم هست، ولی اینا رسیدن به یک رتبه های بلند علمی. اما تاجیکستانی که 70 سال شوروی کمونیستی یک طرف، با 30 سال حاکمیت امام علی رحمان که با این تکراری به تکرار دنیوی بودن جامعه و دولت و کنستیتوسیا و با این رویکرد ضد دینی و علیه ارزش‌های دینی، ما حتی یک دستاورد علمی معتبر هم نداریم و از تمام کشورهای منطقه و طرف ایستاد، از همسایه جنگ زده افغانستانمون هم پایین رفتیم. البته درک این مسئله دشوار است، دردآور هست و بعضی ها حتی شاید امروز هم قبول نکنن که ما از افغانستان پایین تر رفتیم. اتفاقا این را هم بگویم که ما از افغانستان نه تنها در این مسئله، در خیلی از مسئله ها عقبیم، ولی برای این را اعتراف کردن هم جوانمردی در کار، هم انصاف در کار، یک کمی عادلانه قضاوت کردن در کار. چون همیشه ما را از اون میترسانیدن که نشود که تاجیکستان هم مثل افغانستان شود. یعنی برای حکومتداران ما، برای ترساندن مردم از آزادی ها و از طلب کردن حقوق، همیشه افغانستان رو مثال می آوردن. حالا اکنون وقتی آن رسیده است که ما بگیم باید جهد و تلاش کنیم، زحمت بکشیم که حداقل برابر افغانستان شویم، حداقل از افغانستان یک کمی بگذریم. البته این رو هم بگویم که نسبت افغانستان، مردم افغانستان و اصلا جایگاه افغانستان در سطح جهانی خیلی ظلم شد، از آن جمله از طرف مقامات تاجیکستان که همیشه با یک نگاه پست، با یک نگاه پایین به این ملت و به این کشور صاحب تاریخ و تمدن مشترک با ما نگاه میکردند و این رویکرد هنوز هم وجود دارد. و حتی بعد از همین نشر ریتینگ ها در مسئله بالا بودن افغانستان، در مسئله آزادی مطبوعات، در پیشرفت اقتصادی، در مثلا در همین پیشرفت های علمی، برای خیلی از ما تاجیکستانیان که با این از موقع کبر و غرور به افغانستان و همسایگان نگاه میکنیم، یک کمی قبول آن، پذیرفتن آن دردناک است. خب این دو میف یا افسانه که من درباره‌اش صحبت کردم باید در آینده شکسته شود. اما یک نکته که در آخر میخواستم با آن اشاره کنم این است که دوستان گرامی، علم یک ویژگی دارد که نیاز به محیط دارد، باید در یک محیط پرورش یابد. بدون شکل دادن اون محیط لازم و سازگار امکان ندارد که علم در جامعه رشد کرده باشد. شما تمام مکتبچه‌های تاجیک رو با گالستوک شب 24 ساعت، حالا وقت درس هم نه، 24 ساعت مجبور کنید که گالستوک پوشن، کرته سفید پوشن، اصلا رومال نبندن، همه معلمان رو عضو حزب خلق دموکراتیک کنید، تمام اون مکتب رو تبدیل بدهید به اچسکای انتخاباتی، فایده ندارد دوستان گرامی. چون علم از روی قانونیت های خودش پیش می رود، عمل می کند، نه از روی اون فهمیش سیاسی شما، نه از روی اون ظاهر پرستی مقاماتی ما. دو چیزی که علم با آن نیاز دارد و محیط علمی را شکل می دهد، یکی این فضای آزاد فکری و ایجادی هست که این خیلی مهم است. دوم این امکانات مادی و اقتصادی. بدون این دو علم پیش نخواهد رفت. حتی اگر یکی از اینها هم باشد، احتمال پیش رفتن نسبی علم وجود دارد، تا یک جا پیش می رود. برای مثال شما یک کشوری که در اون آزادی فکر است، آزادی اندیشه است، آزادی ایجادیات است، یک عالم می تواند کشفیات خود را، خلاصه خود را آزادانه از کسی نترسیده بیان کند، ثبت کند، در اونجا باز هم امکانی پیشرفت علم تا یک جای هست. مثل همین مثالی که آوردم در افغانستان اصلا یگان امکانات اقتصادی مالی نیست، اما چون اندیشه فکر تا جای آزاد هست، نمیگم پر را، تا جای آزادتر هست، این تاثیر خود را هم در علم گذاشته است، هم در معرفت گذاشته است، حتی در زبان گذاشته است. یک افغانستانی، یک افغان در مقایسه با ما تاجیکان خیلی راحت‌تر با زبان فارسی صحبت میکند و فکر خودش رو بیان کرده میتواند، در صورتی که یک پروفسور، یک دکتر علوم تاجیکستان هم وقتی که نزد میکروفون بیاید یا نزد دوربین اگر حاضر شود، میبینید که خود را گم میکند،
نظری خودش رو بیان کرده نمیتواند. این وابسته است به اون محیط آزادی سخن گفتن، فکر کردن، اندیشه راندن و ایجاد کردن. اما عامل شاید مهمتر این اقتصاد است، امکانات است. شما ببینید شوروی در وقتش دستاوردهای خیلی بالای علمی داشت که حتی از امریکا و دیگر کشورهای غرب در مجموع هم در بعضی مسائل پیش رفته بود. امروز چین در رتبه دیوم هست، در مقام دیوم در سطح پیشرفت علمی است بعد از امریکا. ولی ما نمیتوانیم زمان شوروی گذشته و چین امروزه رو یک کشوری آزاد از لحاظ فکری اندیشه‌ای بگیم. اما چون امکانات اقتصادی خیلی کلان هست و در اختیار علم گذاشته می شود، ده ها صدها لابراتوری های علمی فعالیت میکنند، دانشجوها متخصصین در آن تجربه های معاصر رو میگذرانند. ما میبینیم که این کشورهایی که به علم مبلغ گذاری میکنند حتی با داشتن یک محدودیت های آزادی های فکری و ایجادی هم اونها پیشرفت کردند و پیشرفت خواهند کرد. مصیبت همون وقت آغاز می شود که شما نه امکانات اقتصادی دارید و نه آزادی فکر و اندیشه و ایجاد. مثل تاجیکستان ما شالات قریب در همه دیه ها مکتب داریم. رحمان خیلی کتابخانه ها را باز میکند، حتی بزرگترین کتابخانه آسیای مرکزی و شاید منطقه را در مجموع در تاجیکستان ساخته باشند. اما چی فایده از این بیناهای قشنگ و زیبا و محتشم، از این شماره زیادی مکتب‌هایی که هر سال تعمیر کرده میشوند و از حساب تاجران و صاحبکاران و مهاجرین، ولی وقتی که آزادی نیست، محتوا نیست، وقتی که برق نیست، علم معاصر را بدون برق و اینترنت آزاد و پرسرعت اصلا تصور کرده نمیشود. وقتی که این زیربنای اصلی علم وجود ندارد، نتیجه همون میشود که الان در تاجیکستان داریم. و این رئیس کدام منصبدار تاجیک، به فکرم رئیس کمیسیون اتستاسیونی تاجیکستان باشد، افسوس خورده است از این وضعیت و حتی اعتراف هم کرده است با یک نیم عذرخواهی از ملت که متاسفانه ما در این حالت که از افغانستان هم عقب مانده ایم. معلوم میشد که انسان باز یک کمی در ضمیرش وجدان باقی مانده است، دلش به ملت و علم میسوزد. اما اونها عامل اصلی را یا ندیدن یا دیدن و میترسن، گفتن نمیخواهند. من مشکلی اساسی را در نظام سیاسی تاجیکستان میبینم و دقیقاً همین حرف رو اخیراً اون بارها تکرارم کردم. برندگان جایزه نوبل در مسائل اقتصادی، دو عالم آمریکایی که یکیش ترک‌تبار هم هست، آقای عجم‌اوغلو، اینها در این نظریه جدید خودشان کشف کردن در مثال ده ها کشورهای دنیا چگونه کدام کشورها پیشرفت میکنن، کدام کشورها عقب میمانند. به یک نتیجه رسیدن که این همه ربط دارد به نظام سیاسی. شما چگونه نظام سیاسی داره در کشور، ساحه های گوناگون کشور شما پیشرفت خواهند کرد، از سیاست، اقتصادیات، فرهنگ، حقوق، تکنولوژی، برق، انداز، مالیه، همه اینها ربط دارد به نظام سیاسی. اگر نظام سیاسی نظامی درست نیست، در دست افراد درست و سالم نیست، پس شما با این شعارها دور نخواهید رفت. باز تکرار میکنم، اگر تمام مردم و ملت را شما گاستوک پوش و شیم و کستون پوش کنید و از هر تا بگه در اون مکتب‌های به برق و به اینترنت و سرد هم بشینن، با اون سطح دانش معلمان هیچ گونه پیشرفت علمی نخواهد شد. پس مادامی که همه این طبق نظریه‌های علمی معاصر ربط میگیرد به نظام سیاسی، ما و شما همدیاران عزیز، تاجیکستانیان محترم، باید به این نقطه نهایی برسیم، به این خلاصه که بدون تغییر نظام سیاسی در تاجیکستان و دادن آن به دست انسان‌های منطقی واقعا علم پرور و ملت دوست، دیگر ما هیچ شانسی نداریم که نه تنها علم را بلکه دیگر ساحه‌های کشور را هم یک قدم پیش برده توانیم. خداوند نگهبانتان باشد تا صحبت‌های بعدی.